دوم داملا، من از خوجند بسیار مخلص سخت شما، باور کنید بسیار شما را از برای خدا دوست می‌دارم. مثل شما نیز واعظان حقیقتگو را خدا در خوجند عطا کند. بچه دارم 21 ساله، مخلص شما، در ساختار دولتی کار میکند، بسیار خوش اخلاق و خدا دوستدار. خواستم اگر دختری داشته باشی رضاگی دهی تا کلین کنم و در کلین خدمتگار باشم. نامم را نگفتم، بخشش و این چنین با شما روی بر روی شدن غیرت نکردم تا اینکه این مسئله را از شما پرسم. لیکن خواهش ضرور است که تا جوابش را بگیرم. نه دادر عزیز، خدا خیر دهد. من دختر دارم، صنف 1 است. لیکن بچه کلان دارم، این دختر داشته باشی خیر دختر تا میگیریم. خدا خواه و بچه کلان هست، لیکن دختر ندارم. دخترم 1 دختر دارم، 3 بچه دارم. خدا را شکر، 1 بچه‌مون قاهره میخواند، 1 بچه‌مون خدا خواهد تا همین عید قربان حافظ کل قرآن میشود. دیگر فرزند من خدا را شکر خردترک است. خدا خواهد بچه‌ای کلان داریم. این اگر دختر داشته باشی میگیریم خدا خواهد، لیکن من دختر ندارم. این برادر عزیز نو سوال را بیرون دادن در دست ما. خب سوم گفتن درباره یک کسی دیگر را غیبت کند چیزی گوید، زیرا امروز این در اوج است. علل خصوص اهل علم را غیبت میکند. در حفظ خدا باشید. برادر عزیز و گرامی، من دیروز بین عصر و شام همینجا حدیث خوانی داریم، کم بیش 10-15 دقیقه وقتایی که میابم. دیروز من اطراف همین غیبت همینجا یک بیانم کرده بودم، تا 15 دقیقه اطراف غیبت کردن. برادر عزیز و گرامی، و خیلی گوش زدم کردم برای آدم خدا ترس، برای آدمی که گوید من خدا را دوست می‌دارم، من باوری دارم همین قومی که در مسجد ما حضور دارند هر کدام تو را پرسن خدا را دوست می‌داری، قسم به بزرگیش همه شما میگین ما خدا را دوست می‌داریم، ما خدا را از جانمان دوست می‌داریم، ما از پدر و مادر هم دیده خدا را دوست می‌داریم. لیکن دادر عزیز، الله در قرآن برای خدا دوستدارها، برای خدا ترسها بیان میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله. ببینید پروردگار چیزی با بیان میکند. ولا یغتب بعضکم بعضا، الله سفارش میدهد ای کسانی که خدا را دوست می‌دارید، ای کسانی که ایمانی به خدا دارید، ای کسانی که از پروردگارتان می‌ترسید، سفارش الله بر شما این است یکدیگرتان غیبت نکنید. ولا یغتب بعضکم بعضا، یکدیگرتان غیبت نکنید. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخی میتا. پروردگار گفت ای خدا دوستدارها، ای خدا ترسها، آیا دوست می‌دارید این که در پیش شما یک برادر عزیز شما را خدا جانش گیرد و جسد بیجان او را در پیش تو گذارد و گوید که از گوشت این بخور، آیا خورده میتوانی؟ پروردگار گفت. بین پروردگار چی جوابی زیبا گفت؟ فکرهتموه، من طبیعت شما را میدانم ای بندگان من. شما برادر مسلمانی که مرده باشد اگر گویم که گوشت او را خورین، فکرهتموه، شما نمیخورین، شما را طبیعتان نمیکشد که گوشت او برادر مسلمان تا نخوری. واتقوا الله، پروردگار گفت مبادای انت باشد شما از خدا ترسین و اون برادر مسلمان تا غیبت میکنید. غیبت کردن برادر مسلمان دادرای عزیز معنای او را دارد که گوشت او را در روز قیامت در پیش تو میگذارند، میگوید این همان گوشت است که تو در دنیا از این گوشت خورده بودی. برادر به نامش قسم، به عزتش قسم، این سخن الله است که روز قیامت در پیش غیبت کنها همون جسدهای مرده را میگذارند بخور از آن گوشتی که در دنیا تو را مورد آزار قرار داده بودی. برای همین حبیب خدا را گفتن افضل ترین مسلمان کدام مسلمان است؟
ببین حبیب خدا به چهره نگفتن، به ریش نگفتن، به سله نگفتن، به نماز جمعه خوانی نگفتن، به زکات دادن نگفتن، بلکه گفتن افضل ترین مسلمان همون مسلمان است که از زبان و دست او کسی آزار نیابد. برادر عزیز و گرامی، از دست و زبانت کسی آزار نیابد. آیا در غیبت یک برادر مسلمان از زبان تو آزار نمیابد؟ آزار میابد. وقتی شنود که فلانی ما را در فلان جا غیبت کرده است، خیلی ناراحت میشود. علل خصوص اهل علم. دادرای عزیز، شما از تنقید اهل علم دهنهاتون بندین. برادر عزیز و گرامی، به نام پروردگار، اهل علم تنقید کردن معنای این دارد که شما به حبیب خدا سنگ میزنید. زیرا اهل علم این وارثان پیغمبرند. اینا وارثن، میدانین، وارثان پیغمبرند. اینا میراث پیغمبر که علم بود و یک گیرتن به گوش شما رسانیده ایستاده. اینا را شما حقی غیبت کردن ندارین، حقی سنگ زدن ندارین. لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوههم و صدورهم. حبیب خدا میگه شب معراج، شبی که من نزد پروردگار به دعوت خاصه الله رفته بودم، همراه من جبرائیل بود. لیکن نزد یک قوم گذشتم. اینا که حساب کنیم خیلی یک قوم کلان. پیغمبر خدا با پیش آن گذشت. حبیب خدا بیان دارد اون قوم چگونه قوم بود. لهم اظفار من نحاس. حبیب خدا گفت ناخونهایی داشتن که ناخونهاشان از آهن بود. چگونه که امروز همون کینه‌های وامپیر رو ببینید، کینه‌هایی که مثال در تلویزیون ها نمایش میدهد که خیلی شکل‌های ناخوب دارن، ناخون‌های دراز آهنی دارن، اما همین رنگ بندگان در شب معراج پیغمبر خدا گفتن من دیدم. قسم به بزرگی سخن پیغمبر است. این یگان گویم افسانه و یگان گویم حدیثی که ضعیف باشد نیست، با اسناد صحیح از پیغمبر خداست. حبیب خدا گفت انگشت هاشون، این همون ناخن هاشون دراز آهنی بود. ملائکه در پیش اونها بود، اونها را میگفت، امرشان میکرد با کندن شروع کنید، اونجا جایی نیست و فرمانی شود. اینها میگد همون ناخن های کلان خودقدی بعد کندن شروع میکردن. از کجا؟ وجوههم و صدورهم. اونها همین روی زیبا را میکندن، در زمین میپرتافتن. پیغمبر خدا گفت همین پیش های بری زیباشونه با همین ناخن های آهنی میکندن. فقلت یا جبرائیل من هؤلائی. خیلی حبیب خدا میگه دهشت زده شدم، خیلی ناراحت شدم و گفتم ای جبرائیل اینها کیا هستند؟ اینا چه عمل داشتند؟ میگه جبرائیل در حال جواب گفتند هؤلائی یأکلون لحوم الناس و یقعون فی اعراضهم. اینا گفت حبیب خدا اینا دو خصلت خیلی ناخوب داشتند در دنیا. یکم خصلتشون همین بود که اگر یک برادرشون در غایب میدیدن و در پیشون نمیشد، در غیبت او سخن ورزیدن در گوش شروع میکردن، یعنی سخن گفتن میگرفتن، یعنی غیبت کردن یک برادر مسلمان در بسیار به سرعت بودن. دوم عمل بدی که اینها داشتن، یک برادری که گویم ریختن آبرو یک برادر مسلمان، ساده کرده گویم نه ریختن آبرو یک برادر مسلمان را کوشش میکنند که آبروی او را ریزانند. اما اینها گفت به همین خاطر چی هستند؟ مبتلای این عذاب و این دهشت هستند. دادر عزیز، شما مردک خدای مهربان برای شما جسمهای قوی داده است، برای شما عقلهای خیلی پره و کامل داده است، برای شما خیلی قوه بزرگ خدا داده است. اکو ارزنده نیست که شما گویم این قوه و این بزرگی را در غیبت صرف کنید. جایز نیست برای شما بکنین. این عملی خوب نیست، آینده برای شما خیلی خطر دارد. دنیا هم که خطر دارد. وقتی اگر خبردار شوند او با حسب و بعضی خبربرها و خبریارها هست میبرن میرسانند، با تو روبرو میشود، دل سیاه میشوین، جنگ میشوین، قهری میشوین و دیگر بدبختی ها
از غیبت بالای شما آمدن میگیرد. السلام علیکم استاد حاجی میرزا، من یک خواهر اسلامی شما از ناحیه شهر نو خوشبختانه حالا در کلاب زندگی دارم. خدا را شکر که از نزدیک میشنوم امر معروفایتان را، زیرا من در همین محله هستم. امر معروفای شما را عائله ما همه گوش میکنن و همه شما را دوست میدارن. خب خواهرم که شما را بسیار دوست میداشت میگو کاش که دختر حاجی میرزا میبودم. در حقش دعا کنید که حالا طالب علم هست و در شهر ایران تحصیل دارد. آرزویم قاری شدن است. در حق دادرم دلاور نیز دعا کنید که حالا مشکلی سختی دارد که به سرش آورده است. خب از من خواهش کردم که نامه فرستم به شما دعا کنید خدا مشکلهایشان را آسان گرداند. حضرت خدا شما را نگه دارد. خدای مهربان و خواهرم با مراد و مطلوبش که قاری شدن از خدا موفق کند و این دادر دلاور هم خداوند همه مشکلاتش با فضل و کرم خودش آسان گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای محترم، خدا عمر شما را دراز کند که شما خدمت بسیار در راه اسلام کردید. من یکی از مخلصان شما میخواهم با این سوالی من در همین جمعه جواب گردانید. مولا امام مسجدی جای ما که خدا خود را بسیار با علم و با سواد میگیرد اما تماما نماز جمعه نمیخواند. میگوید که من بیمار هستم، لیکن او به دعاخانه نکاح کنی و دیگر کارها میتواند که برود. داملای محترم گوید که انسان مسلمان تا چه درجه بیمار باشد که نماز جمعه از او ساقط می شود. خدا شما را نگه دارد. برادر عزیز، برای نماز جمعه آمدن بیماری همین است که اگر انسانی که قدرت راه گشتن ندارد یا بیماری هست که گویم که توانی نشست ندارد یا بیماری هست که اندک پس او را تشنگی فرو میگیرد یا گرسنگی او را غلبه میکند یا درو فشار او بلند میشود یا پس میشود. یعنی بیماری هایی که البته از روی این چیزی که من بیان کردم شما درو انشاءالله حس میکنید که بیماری هایی که یعنی طاقت نماز خواندن ندارند، یعنی برای اینها نماز جمعه خواندن چی هست؟ ساقط است. لیکن کسانی که پای دعاخانه دارند، پای نکاحروی دارند لیکن جمعه را نمیخوانند، اینا در پیشگاه پروردگار گناهگار هستند. دوستان عزیز، به خاطر نماز جمعه به ذمه چی داملا باشد و چی غیر داملا همگی در خواندنش فرض است. کسی توانایی و قدرت و شرایط جمعه دارد لیکن نمیخواند، پیشگاه پروردگار در او البته به البته مرتکب گناه کبیره می شود. گناه کبیره گناهی هست که پروردگار به گناه کبیره بنده را عذاب می دهد. برای این خاطر کسی که نابسته از کدام طایفه نباشد پیشگاه خدا در برای نخواندن نماز جمعه گناهگار است. السلام علیکم داملا، خدا شما نگه دارد. شخصی که در پیری مسلمان شده است و امروز کودکان را از مسجد پیش کرده است که شما دیگر با مسجد نآیید. باز یک چند دشنامه های بی معنی دیگر هم کرده است که خود او در سن سال آنها حتی تا 50-60 سالگیش نماز نمیخواند. خب بالای این عرق نوشی و تکبری و ظالمی وظیفه او بود. حاضر باشد از شرم مردم باشد یا از پیری باشد که او به مسجد نمازخوانی می رود. می خواهیم که خودی او را از مسجد پیش کنیم. خیلی اختیار شما هست. مسجد پیشش میکنین، راهش میتین. اکو همه وقت صلحش بهتر است، همه وقت معامله بهتر است. لیکن برادرای عزیز و گرامی، علل خصوص گویم باباها و پدرای عزیز که خیلی گویم جای تأسف و جای گناهش هم هست که ماها از دست همو کودک گیریم و از مسجد پیش کرده و با او را با همو ریشی سفید و سله تاری سر اگر دشنام کنیم. حیفی همو ریش و حیفی همو سله و حیفی همو سین سالی که تو داری. حیف بر او. وقتی که تو فرزند تا از یک فرزند نابسته و فرزند کسی نباشد، او فرزند ما و شما است. ما حق از مسجد کسی را پیش کردن نداریم برادر عزیز. هیچ کس حق نداریم، نه به قانون شریعت نه به قانون دنیایی که امروز بالای ما و شما هست. حق نداریم برادر عزیز.
گوییم که تو این مسجد نیا یا در این مسجد نماز نخوان یا رو مثال دیگر نی. ما هممون بچه‌هایی که خرد هستند دائم تاکیدمون همین است، حالت درس مکتب بچه‌م تو در مکتب باشی، درسکای مکتب تا خوب بخون. ما جانبدار بچه‌هایی که خوب و اعلا میخونند، لیکن بعد مکتب که قانون دولت اجازت داده است که جوانها آمده در مسجد نمازشان خوانند، قانون است، دین و تشکیلات های دینی قانون است که بعد مکتب حقوق دارد که آمده نمازش خواه نماز خواه مسجد می آید خواه کلیسا می رود خواه کجای می رود او حقوق دارد. برای من پدر عزیز و مهربان برای تو ارزنده نیست که تو را از دستش گرفته و از مسجد بیرون کنی. او غیرت داری و ایمان داری، اونا برای جایی که قماربازی هستن رو مثال جایی که فسق و فساد است به نام خدا غیرت نداری، تو پات پیش نمی رود. تو یک آدمی بی غیرتی، تو ایمی مسجد 4 تا بچه که ساده را یافته که همی گمشه شون میگی بیچاره گرفته می روند، تو این همی غیرت داری. تو در راه یک جوانی که اگر سیگارت کشیده باشد گفتش نمیتونی که بچه‌ام سیگارت نکش، یا یک دختری اگر سر گردن لوچ داشته باشه بگوی روما تا برو پوشان، تو تا مردن تو غیرت نداری. لیکن این مسجد پیش کردن غیرت داری، برای وظیفت دادگیان، برای تو مسئول کردن که همین کارا بکن. دنیا در ما ترن تا بالا میکنیم که در قیامت روز صبح سیاه مرحمت کردم بگیم. برای همین برادر عزیز این کار نکنیم، هیچ وقت نکنیم. ما حق نداریم، نه حقوق دنیایی داریم نه حقوق اخروی داریم، هیچ کدامش در ما حق نداریم. بگذار آمد است خب مقصد نماز مسجد رفت است مکتبش خوند است، خیلی میل به مسجد کرده است، گناه اینه. مسلمان ایاخی اگه مسلمان هم مسجد می آید و مسلمان مسجد دوست می داره و مسلمان ملا را دوست می داره و خب مسلمان با فکر قیامت و گور داره و های مسلمان ایاخی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای شیرین گفتار و حقیقت گو حاجی میرزا. من یک مخلص دائمی شما از دهه نوآباد. خب از زبان شما شنیدم که عبدالرسول نام گرفتن جایز نیست، نادرست است. نام من عبدالرسول است، خواهش دارم که نامم را عوض کنم. خوب میشد در همین روز سید با همراهی قوم یعنی برادران اهل اسلام در حقم دعا کنید که نام من عبدالرسول نیو عبدالرحمن شود. خدا نگهبانت باشد. ای مالش بهترین نام، خدا این نام برای شما نصیب کند و شما را اصلا یعنی عبدالرحمن گرداند، یعنی یک بنده رحمان گرداند، خدمتگاری در راه رحمان گرداند. ولی عبدالرسول با مقصد نادرست گفته بودیم ما که یعنی هیچ وقت بنده رسول نمی شود، یا عبدالنبی بنده نبی هیچ وقت نمی شود. برای همین بهترین نامها عبدالله و عبدالرحمن و دیگر نامها است. ولی ما را در اطراف همین نامها در تمام مجله ها و روزنامه ها ببینین، فقط ایراده که از ما میگیرن همین است که حاجی میرزا نامها را تغییر داده است. اما مراد ما این بود که مردم از تیشه و ای تور و ای داستی و ای خاک و ای تمام مثال چیزا خلاص کنیم، نامهای خوب تان مانیم. مثلا شما را خدا در قرآن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم گفت، در بین 18,000 عالم یا از او بالاتر و کمتری که دارم صورت زیبا انسان داده. از همه نعمت بالا عقل است انسان داده. برای همین انسان باید نام خوب داشته باشد. ما مرادمان این بود که شما را از همین نامه ها خلاص گردانیم و نامه های خوب در شما با. و ببینید بچه ها خود چون کلان شده استن آیسته آیسته نامش معقول نیست میرود نامش عوض میکنه. این در قانون دولت هم هست. از سن 18 سالگی کدام انسان را که نامش در خودش معقول نیست میرود عریضه میگه نامش عوض میکنه. این قانون هم هست، در این قانون دولت هم هست. برای این پیش از آنه که فرزندان را ما سرگردان کنیم بر وقت ترک نام خوب شان مانیم، یگان گناهی ندارد برادر عزیز. محترم بابای حاجی، از شما احترامانه میپرسم با این بیت زیرین حضرت حافظ شیرازی روشنی اندازید. شرف مرد زجود است و کرامت ز سجود، هر که چون این هر دو ندارد
بودنش بهزی وجود. خیلی هر کلام بوده است. اینو برادر ما محمد شریفی سرخون بوده است. هست باز شرف مرد بجود است و کرامت به سجود. هر که این هر دو ندارد بودنش نیست، عدمش بهزی وجود. اینم آمده است. به این خاطر معناش البته شرف مرد میگوید این است که اولا سجده